اینجا زندان هوانلو هانوی هست که در زمان استعمار فرانسه ساخته شده و الان به عنوان موزه استفاده میشه. ما الان داریم میریم اینجا رو ببینیم. اینجا زندان قدیمی شهر هانوی هست که الان نمیدونم به شکل موزه در آوردن، نمایشگاه در آوردن و حالا ما اومدیم ببینیم. این نقاشیه. سال 1896 این زندان رو ساختن. در زمان استعمار فرانسه زندانیان سیاسی و انقلابی ویتنامی را اینجا نگه می داشتن. شرایط زندان بسیار سخت و خشن بود. در زمان جنگ ویتنام تعدادی از خلبان‌های آمریکایی اینجا زندانی بودند. آمریکایی‌ها به شوخی و طعنه اسمش رو هونای هیلتون گذاشته بودن. اینجا در واقع میگه چه شکلیه. امروز بیشترش تبدیل به موزه شده و داخلش میتونید سلول‌های قدیمی، زنجیر و وسایل زندان، عکس‌های تاریخی، اتاق بازجوها، گیوتین فرانسوی ها ببینید. فضایی بسیار وحشتناک و غمگین بود و هر کسی وارد این مکان میشد دیگه زنده بر نمیگشت. اینجا ظروفیه که از زندان باقی مونده و همینطور لباسه زندانی هست که دارن نمایش میدن. تو این قسمت یه مجسمه هایی ساختن به شکل زندانیا و میخوان که زنده کنن که به چه شکل بوده اسارت تو این زندان. این قسمت فکر میکنم که زندان انفرادی بوده و البته
داخل این سلولای انفرادی هر کس می اومده دیگه زنده بر نمیگشته. این یکی از سلولای انفرادی است. تو این محوطه تابلوهایی که ساختن که سعی کردن نشون بدن شرایط زندانی ها رو در اون زمان و گیوتین و وسایل شکنجه رو تو این قسمت نشون میدن. در آخر هم یه فروشگاهی برای فروش و درآمد زندان گذاشتن که ما دیگه داریم از اینجا خارج میشیم.